پشت صحنه چه میگذرد؟ خب پشت صحنه یکم سخته، دشواریاشو داره. خب ابتدا که باید فیلمنامه بنویسیم. حالا فیلمنامه رو که نوشتیم باید دیالوگای هر شخص رو قبل از اینکه فیلمشو ضبط کنیم از رو این بخونیم. حالا اینش به کنار، باید تلویزیون اون رو بی صدا کنیم و خانواده رو هم بی صدا کنیم، البته که چیزی نگید دارم سریال می سازم. خب این از نصف بدبختی هاش بود. بدبختی دیگهش چیزه ادیتش اینه که از این فضا ما فضا رو به این تبدیل خواهیم کرد. یه خورده سختی داره، سختی خودشو که البته داره، ولی بالاخره با هر بدبختی که هست درستش میکنم.